سال هاست که داریم در مورد سلامت جنسی در سنین جوانی صحبت میکنیم، ولی به نظرم سلامت جنسی در سنین بالاتر و در سنین میانسالی شاید از اهمیت بیشتری هم برخوردار باشه، به خاطر اینکه در سنین میانسالی و در سنین بالاتر اون تغییرات فیزیولوژیکی و روانی باعث شده که عملکرد جنسی افراد هم تحت تاثیر قرار بگیره و سلامت جنسی این افراد با بالا رفتن سن و تغییرات فیزیولوژیکی تغییر بکنه. توی این ویدیو هم قراره در مورد مهمترین مسائل جنسی در سنین بالاتر، مشکلات جنسی و همچنین مهمترین اشتباهاتی که این افراد در مورد سلامت جنسی خودشون مرتکب میشن صحبت بکنیم. سلام، مثل همیشه خیلی خوش اومدین به سلامت شو. ما اینجا توی سلامت شو جدیدترین های حوزه سلامت و همچنین جدیدترین درمان ها در حوزه سلامت و پزشکی رو براتون نقد و بررسی میکنیم. پس لطفاً قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن. اگرم به تازگی مشترک کانال سلامت شو شدی حتما ویدیوهای قبلی رو نگاه کن، چون ویدیوهای خیلی ارزشمندی توی کانال وجود داره که حتما به دردتون میخوره. وقتی که سن بالاتر میره خب هورمون ها تغییر میکنن، تغییرات فیزیولوژیکی و روانی به وجود میاد که توی مردان این شکلی هستش که هورمون تستوسترون که مهمترین هورمون جنسی در مردان هست کم میشه و اینجوری باعث میشه که میل جنسی در اونها کم بشه، اختلال نعوذ در اونها به وجود بیاد و حتی قدرت باروری و حجم مایع منی هم کمتر میشه. توی زنان هم به خاطر اینکه هورمون استروژن در اونها کم میشه و یائسگی اتفاق میفته باعث میشه که میل جنسی در خانم ها کم بشه و در واقع خشکی واژن براشون ایجاد بشه و درد داشته باشن در هنگام رابطه، که همه اینها باعث میشه که تمایل کمتری به ایجاد رابطه داشته باشن. نکته خیلی مهم اینه که همه این تغییراتی که در بدن به وجود میاد با افزایش سن به وجود میاد طبیعی هستش و یه چیزی نیستش که غیر طبیعی باشه و به عنوان یک مشکل یا یک بیماری تلقی بشه. نه، همچین چیزی نیست. ولی خب یک سری راهکارها و روش‌های وجود داره که باعث میشه که در واقع اون کیفیت رابطه بهتر بشه، باعث بشه که اون عوارضی که در پی این افزایش سن و کم شدن اون در واقع هورمون ها به وجود میاد، اون عوارض کمتر بشه، باعث بشه که کیفیت رابطه بالاتر بره. در عین حال یک سری اشتباهات رایجی هم وجود داره که باعث میشه که این تغییرات که خب طبیعی هستن به وجود میاد، باعث بشه مشکلاتی که در پی این تغییرات به وجود میاد بیشتر بشه. اولین نکته این که همونطور که گفتم این تغییرات خب طبیعی هست در بدن اتفاق میفته، ولی یک سری افراد دیگه زیادی این تغییرات رو طبیعی در نظر میگیرن و در واقع هیچ راهکار یا هیچ کاری برای اینکه اون تغییرات که تو زندگی جنسی اونها باعث ایجاد مشکلاتی شده رفع بشه و سعی نمیکنن بدن خودشون رو بیشتر بشناسن، مطالعه داشته باشن، حالا یا کلیپ های آموزشی رو ببینن یا حتی به پزشک مراجعه بکنن. دومین اشتباه هم اینه که معمولا افراد سن بالا در مورد نیازهای جنسی خودشون با شریک جنسیشون کمتر صحبت میکنن و این نیازها رو مخصوصا خانوم‌ها نادیده میگیرن. اگه بخوایم ریشه این مشکل رو بگیم، این افراد به خاطر اینکه انتظارات خیلی زیادی از خودشون دارن و فکر میکنن به اندازه کافی در واقع توی رابطه جنسی کافی نیستن، فکر میکنن که دائم در حال در واقع سرزنش خودشون هستن و این باعث میشه که اون نیاز جنسی خودشون رو نادیده بگیرن و از اون ور توجهی نداشته باشن که با بالا رفتن سن، تغییرات فیزیولوژیکی، عملکرد هورمون‌ها که مختل شده، خب به طبع عملکرد جنسی تغییر پیدا میکنه و به این قضیه توجه ندارن و دائم در حال سرزنش خودشون هستن، در صورتی که همچین چیزی نیست. طبیعی هستش که شما عملکرد جنسیتون ضعیف‌تر شده باشه، خیلی طبیعی هست، قرار نیست مثل جوانیتون خیلی پرفکت و خوب باشین. پس به این قضیه توجه بکنید و خودتون رو سرزنش نکنید و انتظارات خیلی سختی از خودتون نداشته باشید. یکی از مهمترین مشکلاتی که در خانم‌ها اتفاق میفته اینه که معمولا در خانم‌ها به خاطر یائسگی و کم شدن هورمون استروژن خشکی واژن اتفاق میفته. این خشکی واژن باعث میشه که رابطه براشون دردناک بشه و وقتی رابطه دردناک باشه پس در نتیجه میل جنسی هم کم میشه. شما باید راهکارهایی رو انجام بدین که باعث بشه که اون خشکی واژن در شما کمتر بشه. از روانکننده ها استفاده کنید، روانکننده های بهداشتی که تو داروخونه ها هست حتما استفاده بکنید
کنید. نیاین از حالا کرم ها یا هر چیزی که دم دستتون هست استفاده کنید که باعث بیماری و عفونت در شما بشه. حتما باید از روانکننده های بهداشتی که تو داروخونه ها هست استفاده بکنید. یکی از مهمترین مشکلاتی که توی این سنین وجود داره اینه که معمولا این افراد یه شرم و خجالت خاصی دارن و در واقع اون شرمه و اون خجالت و اون تربیت در واقع شرقی باعث شده که نرن و درمان نکنن، این مشکلات جنسی خودشون رو با پزشک، با سکس تراپیست صحبت نکنن و این مشکلات همینجوری براشون بمونه. در صورتی که درست ترین راه اینه که شما استفاده کنید از ویدیوهای آموزشی. حتی اگر اون خجالت باعث شده که نرید به سراغ پزشک، حتما لینک این ویدیوها رو با شریک جنسیتون به اشتراک بذارید، شاید بتونه اون مشکل در اون فرد حل بشه. بعضی موقع مشکل در واقع این مشکلی که در اون فرد وجود داره شاید یک چیز خیلی کوچیکی باشه، با یه راهکار خیلی ساده این مشکل حل بشه، ولی اون فرد انقدر که این قضیه رو به تعویق انداخت و نرفته سراغ درمانش، باعث شده اون مشکل بزرگتر بشه. پس حتما به فکر باشید و مراجعه کنید حالا به پزشکتون که مورد اعتمادتون هست و از ویدیوهای آموزشی حتما استفاده بکنید. یک سری مشکلات هم هستش که واقعا یه راهکارهای خیلی ساده ای داره و با انجام یه سری تکنیک ها میتونین اون مشکل رو حلش بکنید. ولی خب یه زمانهایی هم هستش که اون مشکل بزرگتر هست، نمیتونید به سادگی حلش کنید. حتما نیاز هست که به پزشک مراجعه کنید. من در انتهای ویدیو بهتون میگم که چه زمانی برای چه مشکلی شما لازم هست به پزشک مراجعه کنید. ولی اول قراره یک سری مشکلات خیلی معمولی و خیلی کوچیک با یه سری راهکارهای خیلی ساده حل میشه رو بهتون بگم. پس لطفاً قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما یه لایک کوچولو بکن، یه پیام کوچولو برام بذار، بهم بگو چند سالته و از کدوم شهر داری این ویدیو رو نگاه میکنی. مورد اول اینه که در مورد نیازهای جنسیتون حتما بدون خجالت صحبت بکنید. از آموزش‌هایی که توی همین کانال وجود داره یا حتی کانال‌های دیگه‌ای که آموزش‌های علمی و معتبر دارن استفاده کنید، چون که اولین اقدام مهمی که میتونید در مورد مشکلات جنسی خودتون انجام بدین اینه که آموزش ببینید. حتما به خاطر همینی که میگم اگر اون شرم و حیا باعث میشه که شما نتونید نیازهای جنسی خودتون رو مستقیم با شریک جنسی خودتون در میون بذارید، حتما از فیلم‌های آموزشی استفاده کنید و لینک این فیلم‌ها رو با اون شریک جنسیتون به اشتراک بذارید. شاید این بهترین کاری باشه که میتونین انجامش بدین. مورد مهم بعد این که تغییرات خودتون که با افزایش سن در واقع اتفاق میفته و تغییرات طبیعی هست، همونطور که گفتم بشناسید، مطالعه در موردش بکنید، بدونید چه تغییراتی طبیعی هست و چه تغییراتی غیر طبیعی هست. شاید ممکنه یه سری تغییرات غیر طبیعی در شما وجود داشته باشه و فکر کنید که این تغییرات طبیعی هست. پس نیازه که شما بشناسید، مطالعه بکنید و بدونید چه تغییراتی در واقع بالا رفتن سن شما اتفاق میفته طبیعی هستش و نیازی نیستش که نگران باشید. یکی از بهترین و مهمترین روش‌هایی که شما میتونید با استفاده از اونها باعث بشین که سبک زندگیتون بهتر بشه و اینکه مشکلات جنسی شما بهتر بشه، درمان بشه در واقع مشکلات جنسی شما، اینه که یه سبک درستی از زندگی رو انتخاب کنید. سعی کنید یه تغذیه خیلی خوبی داشته باشین، یه تغذیه متناسب و متنوع از انواع پروتئین ها، انواع فیبرها و انواع سبزیجات و گیاهان، انواع روغن های سالم توی رژیم غذاییتون وجود داشته باشه. حتما رژیم غذاییتون سالم و متنوع باشه، توش همه مواد غذایی مفیدی که باید وجود داشته باشه. با افزایش سن توده عضلانی شما کم میشه، توده استخوانی شما تحلیل میره. پس نیازه که یه سری ویتامین ها و مواد مغذی، ویتامین D3، ویتامین B12، کلسیم و پروتئین به بدنتون برسه. از مواد غذایی استفاده کنید برای اینکه این ویتامین ها رو به بدنتون برسونید. حتما ویدیو قبلی که در مورد سلامت در واقع تغذیه‌ای که در مورد افراد سن بالا هست بهتون صحبت کردم رو حتما نگاه بکنید، چون تغذیه مناسب باعث میشه که اون توده عضلانی کاسته نشه، استخوان هاتون تحلیل نره و همه اینا باعث میشه که زندگی جنسی بهتری داشته باشید. حتما یک روتین ورزشی مناسب داشته باشین. بهترین ورزشی که شما میتونین انجام بدین ورزش هیت هستش، ورزش هایی که خیلی با سرعت زیادی انجام میشه و بعد یه استراحتی بینش هست. اگر سنتون بالاتر هست یه پیاده روی سبک داشته باشین. مدیتیشن، یوگا، همه اینها میتونه باعث بشه که عملکرد جنسی شما بهتر بشه. یا یکی از بهترین ورزش‌هایی که میتونین انجام بدین که باعث میشه سلامت جنسی شما برگرده ورزش کگل هستش. ورزش کگل هم در خانم و هم در آقایون باعث میشه که عملکرد جنسی شما بهتر باشه. ورزش کگل هم اینجوری انجام میشه که خیلی ورزش ساده، یه هر جایی که هستین، تو هر پوزیشنی که هستین، دارین ظرف میشورین، استراحت میکنین، هر کاری که دارین میکنید میتونین انجام بشین. مثل این میمونه که در زمانی که شما
رودتون یه مشکلی داره و میخواین محکم نگهش دارین، یا فکر میکنین احساس تخلیه ادرار دارین و میخواین نذارین اون ادرار بیاد، میخواین محکم نگه دارین، اون موقع یه انقباضی به عضلات کف لگن خودتون میدین. این حرکت رو دقیقاً میتونین انجام بدین. یه مثلا چند ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه عضلات کف لگن خودتون رو سفت نگه دارین، محکم نگه دارین و بعد آروم ولش کنین. این رو میتونید 10 بار 20 بار توی خونه انجام بدین. میگم محدودیتی نداره، هر جایی که هستین، مثلا توی صف نونوایی هستین، هر جایی که هستین میتونین این کار رو انجام بدین. این ورزش کگل میتونه عملکرد جنسی شما از جمله اختلال نعوذ یا مشکلات جنسی که خانم ها دارن رو حل بکنه. حتما خواب خوبی داشته باشید، استراحت خوبی داشته باشین، در طی شبانه روز ساعت مشخصی، یه روتین خوب برای خوابتون داشته باشین، دیر نخوابید، یه روتین خیلی خوب داشته باشین، طولانی مدت نخوابید، خیلی کم هم نخوابید، یعنی یه خواب خیلی خوبی با کیفیتی داشته باشین که میتونه عملکرد جنسی شما رو بهبود بده. از اضطراب و استرس هم تا جایی که میتونید دوری بکنید. هر جوری که میتونید به پزشک مراجعه کنید، از روش‌های مختلف که تو ویدیوهای مختلف گفتم استفاده بکنید. همون ورزش، سبک زندگی سالمی که دارید، تغذیه خوبی که دارید، همه اینا میتونه باعث بشه که اضطراب و استرس در شما دور بشه، به سراغ شما نیاد. مدیتیشن، یوگا، عبادت، همه اینها میتونه باعث بشه که اضطراب و استرس شما درمان بشه. یا اینکه حتی فکر میکنید مشکل شما خیلی پیچیده تره، لازمه که به پزشک روان درمانگر مراجعه کنید. حتما این کارو بکنید تا اون مشکلی که توی ذهن و در واقع درگیر شده برای شما حل بشه. در خانم ها اگر اون خشکی واژن باعث شده که رابطه براش دردناک باشه، خب به تبع دردناک بودن رابطه باعث شده که میل جنسی کم بشه، حتما از روان کننده ها استفاده بکنید که باعث بشه که اون درد کم بشه، رابطه خوشایندتر بشه و در واقع میل جنسی در اون فرد بالاتر بره. حالا اگه همه راهکارها رو انجام دادین ولی فکر میکنید تغییری توی رابطه شما ایجاد نشد، حتما اینجا باید شما به سکس تراپیست یا به یک متخصص مراجعه کنید. شاید مشکل پیچیده تر باشه، شاید نشون دهنده یه بیماری دیگه باشه، یه بیماری زمینه‌ای باعث شده که شما این مشکلات به سراغ شما بیاد. تا وقتی اون مشکل، اون بیماری حل نشه، خب اون مشکل جنسی شما هم حل نمیشه. شاید مشکلات قلبی، عروقی، دیابت یا مشکلات دیگه باعث به وجود اومدن این مشکلات جنسی در شما شده. حتما به پزشک مراجعه کنید، مشکلتون رو حل کنید تا کیفیت رابطه جنسی و زندگی جنسی شما هم بالاتر بره. حتما لینک این ویدیو رو با دوستانتون، با پدر مادرتون به اشتراک بذارید، به خاطر اینکه اونها نیاز جنسی دارن و در واقع شاید بتونید با کمک این ویدیوها نیاز جنسی اونها رو و اون مشکلات جنسی اونها رو درمانش بکنید. در انتها براتون آرزو میکنم که بهترین اتفاقها براتون رقم بخوره و در پناه خداوند باشید.